ایچیگو ایچیه، هنر ارزشمند ساختن هر لحظه زندگی به روش ژاپنی. فصل اول، ایچیگو ایچیه. این کلمات ژاپنی که شالوده و مفهوم اصلی کتاب است، معادل دقیقی در زبان انگلیسی یا فارسی ندارد. اما اجازه دهید دو تفسیر از آن را که به درک بیشتر آن کمک خواهد کرد بیان کنیم. ایچیگو ایچیه می تواند اینگونه ترجمه شود: هر دیدار فقط یک مرتبه، یا همین لحظه فقط یک فرصت. آنچه از مفهوم این تفاسیر می توان استنباط نمود این است که هر دیداری که تجربهش می کنیم همچون گنجینه‌ای بی مثال است که هرگز دوباره به همان شکل و سیاق تکرار نخواهد شد. بنابراین اگر اجازه دهیم همینطور بگذرد و از کفمان برود بدون آنکه لذتش را برده باشیم، آن لحظه به خصوص برای همیشه از دست خواهد رفت. دروازه‌های شامبالا. یک افسانه تبتی این مفهوم را به خوبی و روشنی شرح می‌دهد. داستان این گونه است که یک شکارچی به دنبال گوزنی در میان قله‌های یخبسته هیمالیا است. وقتی مقابل کوه عظیمی قرار می‌گیرد، کوه به دو نیم شکافته می‌گردد و به او اجازه می‌دهد آنچه را که سوی دیگر کوه قرار دارد نظاره کند. در شکاف کوهستان مردی کهنسال با ریشی بلند کناری ایستاده و صیاد مبهوت را فرا می‌خواند که نزدیکتر بیاید و نظاره کند. شکارچی اطاعت می کند. قدم در شکاف عمودی کوه می گذارد که فقط به اندازه عبور یک نفر باز شده است. از آن عبور می کند. آنچه آن سوی دیگر می بیند نفس را در سینه‌اش حبس می کند. آن سوی شکاف باغی پر میوه غرق در نور آفتاب و به نظر می رسید حیات تا ابد در آن جاری است. بچه‌ها شاد و خندان در میان درختان گرانبار پر از میوه بازی می‌کردند و حیوانات سرخوشانه و آزادانه در دنیایی پر از زیبایی، آرامش و فراوانی نعمت جست و خیز می‌کردند. پیرمرد هنگامی که بهت و شگفتی صیاد را دید از او پرسید: آیا آنچه مشاهده می‌کنی به مذاقت خوش می‌آید؟ بله، البته که دوستش می‌دارم. اینجا یقیناً بهشت است. به راستی همان است و تو آن را پیدا کرده ای. چرا داخل نمی شوی؟ اینجا می توانی از حالا تا همیشه زندگی کنی. شکارچی غرق در شادی پاسخ گفت: خواهم آمد. اما اول می خواهم بروم و برادرانم و دوستانم را پیدا کنم و به زودی با ایشان باز خواهم گشت. پیرمرد کمی ابرو در هم کشید و به او هشدار داد: باشد، هر طور دلت می‌خواهد، اما به خاطر داشته باش که دروازه‌های شامبالا فقط یک مرتبه در زندگی گشوده می‌گردند. و پیش از آنکه شکارچی با سرعت از آنجا دور شود به او گفت: من بیش از این نمی‌توانم اینجا بمانم. صیاد هیجان زده از آنچه چند لحظه قبل با چشم خویش دیده بود راهی را که آمده بود بازگشت. از دره‌ها و رودخانه‌ها و تپه‌ها گذر کرد و تا به روستای خویش رسید. آنجا از کشف بزرگی که کرده بود به 2 برادرش و 3 تن از دوستان دوران کودکیش گفت. گروه مردان با قدم‌های چست و چالاک به راه افتادند. آنها با هدایت مرد شکارچی برنامه ریزی کرده بودند تا پیش از آنکه خورشید در افق ناپدید گردد خود را به نوک کوهی برسانند که مسیر دررسی به شامبالا بود. اما مسیر کوهستان بسته شده بود و هرگز دوباره گشوده نمی‌شد. حالا مردی که آن دنیای معجزه آسا را کشف نموده بود میبایست باقی عمرش را به شکار کردن ادامه دهد. حالا یا هیچ وقت. اولین بخش عبارت ایچیگو ایچیه در مکتوبات مقدس بودایی ها کاربرد دارد و اشاره می‌کند به مدت زمانی که از لحظه تولد ما آغاز می‌گردد تا روزی که مرگمان فرا می‌رسد. همانطور که در افسانه تبتی دیدیم، فرصت رویارویی با زندگی چیزی است که همین حالا ارزانیتان گشته است. اگر این لحظه را به چنگ نیاورید برای همیشه از دست خواهد رفت. جمله معروفی هست که میگوید شما فقط یک بار زندگی میکنید. بنابراین هر لحظه منحصر به فرد
تکرار نشدنی و دروازه‌ای گشوده به روی شام‌بالاست و هرگز شانس دومی برای قدم گذاشتن در آن نخواهید داشت. این چیزی است که همه ما آدم‌ها از کوچک و بزرگ می‌دانیم، اما به راحتی آن را فراموش می‌کنیم. وقتی اجازه می‌دهیم نگرانی‌های روزمره و تعهدات زندگی وجودمان را در چنگ بگیرند. آگاه شدن و درک حقیقی ایچیگو ایچیه کمکمان می‌کند پایمان را از روی پدال گاز زندگی برداریم و به خاطر داشته باشیم هر صبحی که در این دنیا چشم می‌گشاییم، هر دقیقه و هر لحظه که با فرزندانمان و آن کسی که عاشقانه دوستش داریم می‌گذرانیم، بی‌نهایت ارزشمند است و سزاوار توجه تمام و کمال ماست. این موضوع اصلی زندگی ماست. اولین و مهمترین هدف ما، زیرا ما نمی‌دانیم حیاتمان چه وقت به پایان می‌رسد. هر روز می‌تواند روز آخر ما باشد. هیچ کس نمی‌تواند اطمینان داشته باشد وقتی به خواب می‌رود یقیناً صبح روز بعد دوباره چشمانش را خواهد گشود. صومعه‌ای در اسپانیا هست که می‌گویند راهب‌ها در آن رسم دارند که در هر کدام از گذرها و دالان‌ها که به یکدیگر برخوردند این جمله را به یکدیگر بگویند: برادر، به خاطر داشته باش روزی عاقبت از دنیا خواهی رفت. این سنت آنها را در زمان حال تثبیت می‌کند و آنچه را موجب نگرانی و تشویش و ناراحتی است از آنها دور می‌گرداند و اینگونه برایشان الهام می‌شود که از هر لحظه عمرشان در زندگی لذت ببرند. همانطور که مارکوس اورلیوس در کتاب تأملات می‌گوید، بزرگترین دغدغه هستی مرگ نیست، آغاز نکردن زندگی است. ایچیگو ایچیه فراخوانی روشن و صریح است به مسئله مهم حالا یا هیچ وقت. با اینکه در نظر داریم سالهای زیادی زندگی کنیم و برای آن برنامه‌ریزی داشته ایم، در هر حال هر دیداری که داریم ماهیت بی همتای خود را دارد و هرگز تکرار نخواهد شد. شاید همان آدم‌ها را در همان مکان دوباره ببینیم، اما آن زمان پیرتر شده ایم و موقعیت‌ها و خلقیاتمان هم متفاوت خواهد بود. آن زمان با خود کوله‌باری از اولویت‌ها و تجارب دیگری به همراه خواهیم داشت. جهان دارای جریانی مداوم از ناپایداری هاست و بنابراین ما همین گونه‌ایم. این است دلیل آنکه چرا هیچ چیز هرگز دوباره در همان مسیر و طبق شرایط اتفاق نخواهد افتاد. ریشه یابی عبارت ایچیگو ایچیه. اولین نمونه مکتوبی که ما از ایچیگو ایچیه در اختیار داریم در دفتر یادداشتی است متعلق به یک استاد چای به نام یامانو سوجی در 1588 که بدین شرح است: با میزبان خود آنگونه رفتار کن که انگار هر دیداری که در حال رخ دادن است فقط همین یک بار در زندگیت رخ خواهد داد. اگر در درخواست فوق همان عبارت ژاپنی را بدون اینکه ترجمه اش کنیم قرار دهیم، می توانیم این توصیه را چنین بیان کنیم: با میزبان خود طبق ایچیگو ایچیه رفتار کن. هنگامی که یامانو سوجی این جملات را در دفتر یادداشت خود نوشت، درباره آن چیزی می نوشت که از تشریفات چای زیر نظارت استاد ریکیو آموخته بود. او یکی از پایه‌گذاران آیین وابیچا، سبکی از مراسم چای است که تاکید می کند سادگی برتر از هر چیز دیگری است. هرچند سوجی برای بیان این مفهوم از همان عبارات قدیمی ژاپنی استفاده کرده، در قسمت آخر جملاتش تغییراتی ایجاد کرده که به معنای آن است که اهمیت زمان در برابر فعل دیدار کردن افزونتر است. این تغییر مهم است، زیرا به ما این فرصت را می دهد که ماهیت منحصر به فرد هر لحظه را ورای خود مراسم چای درک کنیم و به همین منظور متن مکتوب کامل مستند را برای درک عمیق این پند حکیمانه تقدیمتان می کنیم. زمان مناسب همین حالاست. مراسم چای باید با توجه و دقت زیادی برگزار گردد، زیرا هدف اصلی آن همان ایچیگو ایچیه است که درباره
رویارویی منحصر به فرد آدم‌ها در یک زمان خاص صحبت می‌کند. حتی اگر میزبان و میهمانان هر روز یکدیگر را ببینند، این دور همی هرگز دقیقاً نمی‌تواند تکرار شود. اگر ماهیت خارق‌العاده هر لحظه را در نظر داشته باشیم، در می‌یابیم که هر رویارویی فرصتی است که فقط یک مرتبه در کل عمرمان به ما داده شده است. بنابراین میزبان بایست صمیمیت راستین خود را به میهمانان نشان دهد و بیشترین توجه را داشته باشد و کوچکترین جزئیات را فراموش نکند و اطمینان حاصل کند که همه چیز بدون مشکل در جریان است و پذیرایی رو به رواست. میهمانان هم نقش خود را باید به درستی ایفا کنند و بدانند که این برخورد هرگز دوباره اتفاق نخواهد افتاد. پس بایست برای همه جزئیاتی که توسط میزبان برای مراسم مهیا گشته قدردان باشید و البته از صمیم دل آن را حضور داشته باشید. تمام آنچه گفتیم در عبارت ایچیگو ایچیه خلاصه می‌گردد. کاربردهای امروزی ایچیگو ایچیه: افزون بر مراسم چای و ملحقات آن، امروز ژاپنی‌ها از عبارت ایچیگو ایچیه در دو موقعیت استفاده می‌کنند. اول، وقتی غریبه‌ای را برای اولین بار دیدار می‌کنید. دوم، وقتی با آشنایی دیدار می‌کنید و می‌خواهید تأکید کنید که هر مجالی منحصر به فرد است. برای مثال، تصور کنید در خیابان‌های کیوتو گم شده‌اید. هنگامی که از کسی درخواست کمک می‌کنید، این درخواست منتهی به گفتگویی 10 دقیقه‌ای می‌شود، زیرا شخصی که از او درباره جهت‌ها و مسیر درست آدرستان سوال کرده اید از قضا مدتی در آمریکا زندگی کرده است. هنگامی که می‌خواهید از او جدا شوید و به راه خود بروید، ایچیگو ایچیه می‌تواند روش مناسب و درخور برای خداحافظی کردن باشد. با گفتن این عبارت به آنها می‌فهمانید که این برخورد دلپذیر بود و دوباره در آینده اتفاق نخواهد افتاد. کاربرد دوم نزدیکتر به آن چیزی است که ما در مراسم چای دریافته‌ایم. آن را برای دوستانی به کار می‌بریم که اغلب آنها را دیدار می‌کنیم تا به ایشان یادآوری کنیم هر مرتبه‌ای که یکدیگر را ملاقات می‌کنیم بی‌مانند و خاص است. ما به زندگی خود ادامه می‌دهیم و بزرگتر می‌شویم و همینطور که زمان در حال سپری شدن است، همه چیز تغییر خواهد کرد. به قول هراکلیتوس، هیچ کس تا به حال دوبار در یک رودخانه قدم نگذاشته، زیرا نه رودخانه همان رودخانه است و نه آن آدم همان آدم سابق. در هر دوی این کاربردها از عبارت مذکور، نکته اینجاست که نهایت امتنان و قدردانی خود را برای یک لحظه مشترک با دیگری در زندگیمان ابراز کنیم. در عین حال می‌تواند اشاره‌ای هم به حسرت گذشته را خوردن داشته باشد و مانند آن صنعت راهبان که بیشتر به آن اشاره کردیم، به ما یادآوری کند زندگی و سفر ما در این دنیا زودگذر و میراست. ایچیگو ایچیه به ما هشدار می‌دهد که هر لحظه از عمرمان می‌تواند همان آخرین لحظه باشد. شکار لحظه‌ها. هدف از نگارش این کتاب فقط معرفی بسیاری از جنبه‌های دلفریب فرهنگ ژاپنی در رابطه با ایچیگو ایچیه نیست، بلکه همچنین می‌خواهیم کمکتان کنیم لحظاتی فراموش نشدنی را با خودتان و دیگران خلق و تجربه کنید. همانطور که در قسمت‌های بعدی کتاب خواهید دید، پروراندن، ممارست و پیگیری ایچیگو ایچیه این فرصت را برایتان مهیا می‌گرداند که زندگی پربارتر و شادتر بدون احساس سنگینی بار تجارب گذشته یا نگرانی‌های آینده را تجربه کنید. شما به تدریج می‌آموزید که کاملاً در زمان حال زندگی کنید و معترف و قدردان موهبت هر لحظه از عمرتان باشید. در پایان این سفر به همراه یکدیگر، ما دیگر شکارچی لحظات خاص زندگیمان شده ایم و خواهیم آموخت که چگونه تمامی این لحظات را در هوا بزنیم و به چنگ آوریم و طعمشان را با تمام وجود مزه کنیم.
طعم خوش تجربه های بی همتا که فقط یک بار در طول عمرمان اتفاق خواهند افتاد. یکی از کمیک استریپ های بادیام زمینی ها اسنوپی و چارلی براون را از پشت نشان می دهد. آنها در یک بارانداز کنار دریاچه‌ای نشستند و با هم در حال گفتگو هستند. یک روز ما همگی می میریم اسنوپی. بله درسته، اما باقی روزهای دیگه زنده خواهیم بود. مفهوم دیالوگ دوم به نوعی هشدار دهنده است. ما نمیدانیم چه روزی این دنیا را ترک خواهیم گفت که یقیناً همینطور است، اما آنچه دست خودمان است این است که چگونه تمام روزهای دیگر را سپری می‌کنیم. تمام آن روزهایی که زنده هستیم و نفس می‌کشیم. همه آن روزهای پر از برخورد و لحظه‌های نابی که می‌توانیم بی‌اعتنا از کنارشان بگذریم و برویم یا آنها را فراموش ناشدنی و ارزشمند سازیم. این مسئله ما را یاد دقایق پایانی فیلم حماسی پسرانگی به کارگردانی ریچارد لینکلیتر می‌اندازد. او ساخت فیلم را آغاز می‌کند و با همان هنرپیشه‌ها تا 12 سال آن را ادامه می‌دهد، به طوری که بیننده می‌تواند گذر عمر را مقابل چشمانش مشاهده کند. ما میسون را 165 دقیقه زیر نظر می‌گیریم که در آغاز فیلم پسر بچه 6 ساله است و والدینش از هم جدا شدند. او همانطور که بزرگتر می شود تجارب زیادی هم در زندگی کسب می کند تا اینکه به دانشگاه می رود. پس از آنکه میسون مشکلات زیادی را پشت سر می گذارد، عاقبت فیلم اینگونه پایان می پذیرد. او در حال پیاده روی با دوستان دانشجوی جدیدش است. میسون مردی جوان، با احساس و باهوش شده است و مشغول تماشای غروب خورشید در کنار دختری است که گمان می‌کنیم در زندگی او نقش مهمی خواهد داشت. دختر هیجان زده میگوید: میدونی چرا همیشه همه میگویند لحظه رو دریا؟ پسر جواب میده: من نمیدونم، یعنی یه جورایی فکر میکنم برعکس باشه. شاید این لحظه ها هستن که ما رو در میابن. درباره این صحنه و مفهوم آن بسیار بحث شده است و در واقع مسئله مربوط به ایچیگو ایچیه است. درست مانند زنی باردار که جنین در شکمش بزرگ و بزرگتر می شود و تمام آن را در بر می گیرد. ما نیز وقتی به قدر کافی آگاهی و دانش به دست بیاوریم که بفهمیم هر آنچه همین حالا در حال تجربه کردنش هستیم هرگز دوباره اتفاق نخواهد افتاد، به زودی تبدیل به شکارچی لحظه ها خواهیم شد و هر چیزی برایمان منحصر به فرد و شگفت انگیز خواهد بود.